جناب رسول کریم صلی الله علیه و سلم می فرمایند اکثرا صفتی که شما را جنت میبرد دو تا است. چند تا است؟ نفهمیدم کدام باشد به نظر؟ اخلاق و وجوه دیگه که گفتیم تقوا. بوین الله اکبر. دو اکثرا ثوابای کلانی که از کوهها و بحرها زیاده است از دیگه ثوابا کرده زیاده است و تو را جنت میبرد. چند تا شد؟ دو تا. التقوا و خلق الحسن. خوش اخلاقی و تقوا. اگر تقوا بود خوش اخلاقی نبود اول جنت نمیری. خبرت کردیم از آیت و حدیث، خوب گوش کن گپا. اگر اخلاق بود تقوا نبود بازم جنت نمیری. اخلاق داره، نماز نمیخواد، روزه نمیگیره، بسیار آدم شیرین کلام خوشخوی مهربان، ولی نه روزه نه نماز نه دین هیچ چیزی نیست. خدا نماز شما را از مردم نگردانه.